ژنرال یاسین زیا بهترین گزینه برای رهبری افغانستان است. و گزارش خبرگزاری معمار سارا آدامز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در پیام در شبکه اجتماعی اکس از ژنرال یاسین زیا رهبر جبهه آزادی با عنوان گزینه برتر برای رهبری مبارزه علیه تروریسم در افغانستان یاد کرده است. او نوشته است صرف نظر از هر اتفاقی که بین افغانستان و پاکستان بیفتد و اینکه طالبان نهایتاً چگونه دوباره از قدرت کنار گذاشته خواهند شد که آن روز قطعاً خواهد آمد، اگر من دولت خودم یا دولت دیگری را رهبری می‌کردم و نیاز به انتخاب یک مبارز علیه این تروریست ها داشتم، واضح است که چرا ژنرال یاسین زیا در صدر فهرست انتخاب قرار می‌گیرد. ژنرال یاسین زیا رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان پس از سقوط دولت جمهوریت به یکی از چهره‌های کلیدی مقاومت علیه طالبان تبدیل شده و رهبری جبهه آزادی را به عهده دارد، جریانی که در ولایت‌های مختلف علیه طالبان اعلام موجودیت کرده است.